رستم سفرов در گروه نگاتیو ای پوزیتیو در فیسبوک ویدیوی کوتاه چگونه روز 8 فوریه در یکی از کوچه‌های شهر دوشنبه توقف کردن ماشین ها را نشر کرده است. در ویدیو دیده می شود که چند ماشین در این کوچه ایستگاه نقلیات جمعیتی را اشغال کردند و به گونه‌ای که اتوبوس ها امکان ایستادن و گرفتن مسافران را ندارند. همین طور او در ادامه راه نشان می‌دهد که در همین کوچه چندین ماشین دیگر در قطار دوم پارکوفکه کردند. چون این پارکوفکه های بیبند و بار طوری از نوار برمی‌آید اساساً در نزد طرفخانه ها از جمله در نزد طرفخانه ترکی مروه و قهوه‌خانه راحت به نظر می‌رسد. رستم سفرов نوشته است که این حالت‌ها روز 8 فوریه در کوچه دوستی خلقا در نزد ایستگاه اتوبوس‌های رقم 15 25 و 37 و مارشروتکه‌های رقم 1 2 و 25 مشاهده کرده است. ولی کاربران نوشتند که چنین حالت فقط خاص این کوچه نیست، بلکه تقریبا در همه کوچه و پس کوچه‌ها و خیابان‌های شهر دوشنبه بخصوص در اطراف مکان‌های پر ازدحام چون بازارها و مرکزهای سودا و مسجدها به نظر می‌رسد. میلیسیای دوشنبه تقریبا هر روز بر پایه ویدیوها و عکس‌های فرستاده شهروندان درباره مجازات چندین راننده برای توقف نادرست یا بند کردن راه و ایستگاه‌ها خبر می‌دهد. ولی وضعیت طوری دیده می‌شود هیچ نه که اصلاح شود.